روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم به زیارت بیماری رفتن. جوانی که بسیار بیمار و رنجور بود. با دیدن وضعش رسول الله صلی الله علیه و سلم از او پرسیدن آیا از خداوند دعایی کرده بودی؟ دعایی خواسته بودی؟ طلبی داشتی؟ چیزی از خداوند خواسته بودی؟ گفت که من از الله خواسته بودم که پروردگارا اگر عقوبتی برای من در آخرت در نظر گرفتی آن را در دنیا برای من تعجیل بکن و مرا به آن عقوبت مبتلا بکن تا در دنیا اون عذاب را بچشم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود سبحان الله، طاقت ندارید. چرا این دعا نکردی که پروردگارا در دنیا به من خوبی بده و در آخرت هم به من نیکی بده و من از عذاب جهنم نجات بده؟ اللهم آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. گفته شده وقتی که یوسف زیاد در زندان ماند دعا کرد، گفت که پروردگارا رب جعلتنی فی السجن طویلا، یا الله مرا در زندان بسیار زندانی من طولانی شده. الله سبحانه و تعالی به او جواب داد که ای یوسف، از من زندانی طلب کردی، من به تو زندانی دادم. اگر عافیت طلب می کردی من به تو عافیت می دادم. این همان جمله است که در سوره یوسف الله سبحانه و تعالی از زبان یوسف می فرماید رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه. پروردگارا زندان برای من محبوب تر از آن چیزی که این زنها مرا به سوی آن دعوت می کنند. مواظب کلمات خودمان باشیم. چقدر این دعای مشابه دعای حضرت یوسف و یا دعای اون جوان کردیم. ما مراقب کلمات خود باشیم. وقتی از الله چیزی طلب می کنیم به زیبایی طلب بکنیم. الله سبحانه و تعالی قادره که مشکل ما را حل بکنه، مشکل ما را برطرف بکنه. نیاز نیست که ما از الله چیزی سختری طلب بکنیم یا چیزی دیگه طلب بکنیم که ما تحملش را نداریم. مثلا خیلی صاحب فرزند نیستن، مثلا میگه خدایا اگر بچه به من بده، حالا هر چی باشه مشکلی نیست، زشت باشه، قشنگ باشه، سالم باشه، حتی بچه‌ای که سالم هم نباشه به من بده. این چی جور دعا کردنه؟ الله سبحانه و تعالی قادره که به ما فرزندی بده، فرزند سالم هم بده. وقتی از الله طلب میکنیم به زیبایی طلب بکنیم. مراقب کلمات خود باشیم در دعا کردنمون. چگونه از الله طلب میکنیم؟ داستان زیبایی که شیخ علی طنطاوی خودش تعریف میکنه، زمانی که در شام، در سوریه و در دمشق قاضی بوده. میگه شبی ما عادت داشتیم هر شب با دوستان خودمان در منزلی جمع میشدیم، شب نشینی داشتیم، هم سن سالان خودش در یک جا جمع میشدن، با هم گپی و گفتگویی میکردن. میگه یک از شبها در وسط جلسه من بلند شدم رفتم. احساس خفگی کردم، احساس کردم نمیتونم بنشینم. یه چیزی مرا از اون مجلس بلند کرد. گفتم اجازه بدید من برم تو خیابون نفسی بکشم، احساس خفگی میکنم، برم هوای آزاد قدم بزنم. میگه وقتی رفتم تو خیابون، در آخر آن خیابون پشت یک تپه صدای یک ناله شنیدم، ناله یک زن، ناله جانسوز یک زنی را شنیدم که داشت گریه میکرد و دعا میکرد. رفتم نزدیک، دیدم زنی در تاریکی نشسته گریه میکند. گفتم خواهرم چی شده؟ در حالی که گریه میکرد گفت که شوهرم مرد سنگدلیه، مرد بیرحمیه، مرا در این وقت شب از خونه بیرون انداخته و گفته حق نداری بر بگردی و حتی بچه‌هاتم اجازه نداری ببینی. بهش گفتم خب چرا نمیری شکایت بکنی ازش؟ برو پیش قاضی شکایت بکن تا حق تو از او بگیره. گریه کرد، خیلی گریه کرد. گفت زن مثل من، یک زن مسکینی تنهایی مثل من چگونه میتونه به قاضی دسترسی داشته باشه؟ من کجا و قاضی کجا؟ من کجا میتونم برم؟ شیخ طنطاوی در حالی که گریه میکرد میگفت این جمله را میگفت این زن در حالی که نمیدونست که خداوند سبحان ارحم الراحمین ملک الملوک گردن قاضی را گرفته و با پای خودش در جلو اون زن حاضر کرده بود. منظورش خودشه که قاضی بود.
سبحان الله، این زن چه دعایی کرده بود، از الله چه خواسته بود که الله سبحانه و تعالی قاضی شهر را با پای خودش نزد او فرا میخواند. ای کسی که از این دنیا، از فشار دنیا، فشار زندگی، از گرفتاری ها و پریشانی ها مینالی، ای کسی که احساس بدبختی میکنی، وقتی که دنیا برات تنگ شد و تاریک شد، دستای خودت را بلند بکن، از الله طلب بکن، نگو که چگونه الله مشکل حل میکنه. تو کاری نداشته باش، چگونگیش را به الله بسپار، تضرع بکن، التماس بکن از کسی که صدای پای مورچه را میشنود. الله صدای تو را میشنود، ناله تو را میشنود. آیا بعد از این احساس تنگی میکنی، احساس ناامیدی میکنی؟ یقین داشته باش که بعد از هر مصیبتی الله برای تو خیری در نظر گرفته است. صبور باش، بعد از صبر چیزی در انتظار شماست. چشم روشنی الله برای تو قرار داده. الله تو را به چیزی مبتلا نمی کند مگر که چیزی بهتری برای تو در نظر گرفته است. آیا بعد از این احساس دلتنگی میکنی، احساس ناامیدی میکنی؟ به الله یقین داشته باش، گمانت به الله خوب باشد، گمانت به الله خوب باشد. دلت را راحت بکن. اگر بلا و مصیبت نبود، یوسف علیه السلام در دامن پدرش فرزند مدلل و عزیز دردانه‌ای بیش نبود، اما به وسیله بلا و مصیبت یوسف شد عزیز مصر. این مصیبت ها بود که یوسف را از درون چاه بیرون آورد و بر بالای عرش پادشاهی مصر قرار داد. الله سبحانه و تعالی تو را به بیماری یا مصیبتی یا هر سختی مبتلا می کند، یقین داشته باش بعد از آن برای تو چشم روشنی، هدیه قرار داده که اگر تو با چشم خودت آن را ببینی، اگر الله پرده بردارد از این پاداشی که برای تو در نظر گرفته، ای تو که مصیبت بهت رسیده، ای که فرزندی از دست دادی، ای که پریشانی، ای که در زندان هستی، ای که غم داری، غصه داری، بیمار داری، مصیبت پشت سر مصیبت برات میاد، صبر بکن. به الله یقین داشته باش، گمانت به الله خوب باشد. یقین داشته باش که الله برای تو چشم روشنی قرار داده که اگر پرده بردارد با دیدنش تو غش میکنی، تحمل دیدنش هم نداری. الله چیزی را برای تو، خوشحالی برای تو، خوشی و سروری در پرده غیب نهفته کرده است که با دیدنش تمام سختی ها و مصیبت ها فراموش میکنی. گمانمان به الله درست باشه، به الله یقین داشته باشیم. مصیبتی داری، پریشانی داری، از الله طلب بکن. یقین داشته باش که الله از ناله توی مصیبت زده خوشش میاد. الله سبحانه و تعالی هر کسی را که این پیام خواند و به دیگران منتقل کرد، این پیام را دریافت کرد، از الله میخواهم که دروازه رزق روزی و خوشی به رویش باز بکند، دلش را شاد بکند، گناهانش را بیامرزد و او را در زمره بندگان صالح قرار بدهد. و صلی الله و سلم علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه.